پلیس در روسیه مهاجران را شکار میکند. دبیر کولیسپد با راهبریت عالی سیاسی و نظامی تاجیکستان ملاقات میکند. طالبان از کشورهای سابق اتحادیه شوروی دعوت کردند که خسارات به اکولوژی افغانستان را جبران کنند. پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اید به سامبو میان جوانان 7 مدال به دست آوردند. حامیان حقوق مهاجران میگویند روزهای اخیر موردهای اجباراً به جنگ بردن خارجیان و مهاجران مخصوصاً از بازداشتگاه و زندانهای روسیه بیشتر می شود. به شخصان زیاده که در روسیه بر اساس اجازتنامه موقتی زندگی یا حق اقامت دائمی دارند در کارگاه یا خانه دعوتنامه یا فرمان سفربری به جنگ سپردند. والنتینا چوپیک حقوق شناس و وکیل دفاع مهاجران به رادیوی آزادی گفته است مهاجران کار افتاده در مرکز سخراوه مجبور کرده می شوند که بدون شناس شدن با چندین سند از جمله قرارداد اختیاراً پیوستن به ارتش روسیه امضا گذارند. به گفته چوپیک حالتهای هم بوده است که آنها را در جای کار وادار میکنند که به یک دسته سندهای ناشناس امضا کنند. کریمجان یاروف وکیل دفاع مهاجران تاجیک در روسیه که مسائل مهاجرت را بیشتر پیگیری میکند در صفحه فیسبوکی خود میگوید بعد برآمد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در آستانه و حادثه قتل و کشتار در بلگراد مناسبت پلیس نسبت تاجیکان تغییر یافته است و از همه گوشه و کنار روسیه مهاجران شکایت دارند که نسبت آنها کارمندان مقامات انتظامی دغلی میکنند. کریمجان یاروف با مراجعت به مهاجران میگوید به سبب به کوچه نبرایند و با پلیس و مردم بومی سر به سر نشوند. با شما رسانیدنی هستم که احتیاطکار باشید چون که پلیس میتواند که شما رو شکار کند یعنی که بعد شما رو گپ‌های قبیح گوید و شما رو حرکت کند که شما با آنها با گپ‌های قبیح جواب دهید یا یگان حرکت ناجو کنید و شما رو محکم کنند یا لطوکوب کنند یا دل جنایتی کشایند و اینچنین از طرف شهروندان روسیه همچنین کارها شاید شوند. به این خاطر به احساسات دادن نشید، احتیاط کنید و اگر که به هر چیزی شما رو گفتی روسا پرواتسی رو تم کنند حرکت کنید که با آنها جواب ندهید و احتیاط باشید. به هر حال معلوم نیست که در آنجا چی گپ است چون که حادثه ساعت 10 روز رخ داد ولی بگاه تنها از این خبر دادن یعنی که تا این وقت آنها فکر کردن که چه معلومات رو رسانن و گفته که راهبریت از آب خشک برآید. شاید که در آنجا این شهروندان تاجیکستان را هم در قطار نفران دیگرها پرونده باشند در حالت مستی و برای از آب خشک برآمدن شاید که این شهروندان تاجیکستان را گفتی روسا کرای کردن یعنی که به گردن اینها بار کردن گویا که اینها برای کدام بحث دینی آنها رو پروندن. این حال معلوم نیست، معین نیست. به هر حال کار شدگی شد. به این خاطر احتیاط کنیم. ما الکی بعد برآمد پرزیدنت تاجیکستان در شهر استانا الکی میدونستیم که چنین واکنش ها و نسبت مهاجران یک بدبینی از طرف کارمندان دولتی و مردم بومی هم می شود ولی باز بالای سوختن مکوب شد. و این خاطر احتیاط کنید، بیهوده و بهوده در کوچه ها نگردید و حرکت کنید که تنها نباشید و با چیز خانهایی که روزها میگویند یا که پلیس میگوید به احساسات دادن نشید، با آنها جواب قبیح ندهید. سفربری نیروهای احتیاطی به ارتش روسیه ماه سپتامبر امسال شروع شد. مقامات روسیه گفته بودند که به این معرکه تنها شخصانی تجربه جنگی داشته شهروندی روسیه را جلب خواهند کرد. اما با پیام یک حجت رسمی دسترس شده است که طبق آن گفته می شود 75,000 مهاجر از تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان به جنگ علیه اوکراین سفربر کرده شوند. کسانی که از رفتن به جنگ سرپیچی می کنند آنها را از روسیه اخراج کرده شود. این هم در حالی است که طبق طلبات قانونی تاجیکستان جنگ از جانب ارتش کشور خارجی زرخریدی محسوب یافته جوابگری جنایی دارد. دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی استانیسلاف زاس امروز 17 اکتبر به تاجیکستان آمد. بنا به اطلاع کاتبات سپاد در دوشنبه ملاقات دبیر کلی سپاد با راهبریت عالی سیاسی و نظامی کشور در نظر است. در جریان سفر دبیر کلی سپاد همچنین در کنفرانس سطحی بلند در موضوع همکاری بین المللی و منطقوی در ساحه امنیت و اداره مرز
با مقصد مبارزه با تروریسم و جلوگیری از حرکت تروریستان شرکت خواهد کرد. کنفرانس را دفتر ضد تروریستی سازمان ملل متحد، حکومت تاجیکستان، مرکز منطقوی دیپلماتیای پیشگیری کننده برای آسیای مرکزی، سازمان امنیت و همکاری اروپا و اتحادیه اروپا یکجای تشکیل می‌کنند. برگزاری چهاربینی روزهای 18-19 اکتبر سال 2022 در شهر دوشنبه به نقشه گرفته شده است. حکومت طالبان از جامعه جهانی خواهش کرد که به حل مشکلات اکولوژی در افغانستان که در نتیجه استفاده نوع‌های گوناگون اسلحه اتحادیه شوروی و کشورهای عضو ناتو به وجود آمدند کمک کنند. معاون وزیر کارهای خارجی در حکومت افغانستان شیر محمد عباس استانکزی طالبانی در این باره در یک چهاربینی به مناسبت هفته تغییریابی گلوبالی اقلیم اظهارات داده گفته است: نه تنها ما بلکه تمام جهان برای حل مشکلات اکولوژی در افغانستان مسئول است، زیرا آنها به محیط زیست افغانستان آسیب رسانیدند. استانکزی توضیح داد که در نظرش پیامدهای استفاده از سلاح، اسلحه کیمیایی و بمب هوایی در زمان حضور ارتش شوروی در افغانستان از سال 1979 تا 1989 و نیروهای ناتو از سال 2001 تا 2021 افغانها نسبت به ساکنان دیگر کشورها بیشتر به سرطان گرفتار می شوند. به گفت استانکزی، ساکنان ولایت شرقی ننگرهار تا حال پس از آنکه ایالات متحده آمریکا در سال 2017 از مادر همه بمب‌ها استفاده کرد، از بیماری‌های پوست، آسیب عصب و کاهش حاصل زراعت شکایت می‌کنند. در مسابقات قهرمانی جهان عید به سامبو بین جوانان که روزهای 14-16 اکتبر در پایتخت ارمنستان شهر یریوان برگزار شد، پهلوانان تاجیک 7 مدال به دست آوردند. بنا به اطلاع مرکز مطبوعاتی کمیته ملی المپی، نمایندگان تاجیکستان 1 مدال طلا، 2 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. طلا را فرزینشاه حسینوف در وزن 98 کیلوگرم میان جوانان به تاجیکستان آورد. صبحدین خلیلزاد میان جوانان مدال نقره و مصنف میرابادوف و انیس سوباداروف مدال‌های برنجی گرفتند. عبدالله عارف میان پسران 16-18 ساله مدال‌های نقره، میان پسران 14-16 ساله محمد امین لایقوف و امین جانی عبدالفیاض مدال‌های برنجی گرفتند.